سلام رفقا، خوش اومدید به کانال رفا تیوی. اومدم که سومین ترک آلبوم سجاد شایعی ریاکشن برم. این یکی اسمش تسلیته که با داریوش تبهکار اومده. آهنگ قبلی آهنگ پاپ بود که ریاکشن رفتم بهش. لینکشو اینجا میذارم که اگه ندیدی ببینی یا اگه دوست داشتی هم نبین. حالا من میذارم دوست داشتی ببین، دوست داشتی نبین. بریم ببینیم که تسلیت چیکار کرده. داریوش تبهکار هم اومده. فکر کنم دیگه خیلی باید لش باشه. فکر میکنم اینجوری که به هر حال هر دوتا هم تو همین راسته هستن. راستی اینم ویژوالایزره با داریوش، یادم رفت بگم. شب شده روزیم، شب شده داریوش تبهکار اومد رو بیت. اوه شروع داریوش تبهکار. شب شده روزیم، شب شده روزیم، شهر شده صوتی، جنگ شده دوجی، ولی نگاه چاقل در حال یوزیم. چقدر خوب داره میاد داریوش. دختر چشات معصوم فرگیب، لشتر اما ملت لشترم. لشتر از اما یا امام گفت لشتر از اما. لفظ پایای تو تهران ها سال 90 اونو گفت یعنی. دختر چشات معصوم فرگیب، لشتر اما ملت لشتر امام. آها لشتر از امام. میدونم چیو میگی ولی خب تن کردم رئال فلایتر امارات. رئال نیستم، من بارسایی ام. الان داریوش تبهکار داره اینو میگه. خب من چیکار کنم که تو بارسایی؟ من رئالی ام. دوست داشتم اینو بگم. امام ملت لشتر امام، تن کردم رئال فلایتر امارات. گنگ ترمانی، گنگ ترمانی، گنگ ترمانی، گنگ ترمانی. چه ایهام خفنی. گنگ خب پول گنگه دیگه. واقعا هر کی که پول داره گنگ تره. بعد گنگ تر از ما نی. خیلی خوب بود. امروز زرم دست شرم لاتی، پس سنگم داریم، پیشوندمون آقای پسفن نداریم. پیشوندمون آقای پسفن نداریم. تو که پسفن داری تبهکاری که باید بگیم آقا داریوش تبهکار. پیشوندمون آقای میگه. پس سنگم داریم، پیشوندمون آقای پسفن نداریم. زنگ زدم به خط پسفرم داری، بیتلت تا شیلر ترک کرد کس و شاین. زخمیه دم کیر تو بخیه زنش، رفیق سمیمیم سنگ شده دلش، نگاهیدم سم شده به چشم. چقدر لشه، چقدر لش داره. سنگ ترانه ما خیلی من خودم سبک حرف زدم لشه. آروم صحبت میکنم ولی این دیگه خیلی لشه. هرکی هم تک خوره جمع کنه بره، پیدا دور و برمون نمیشه سر و کلش. گفتم واقعا شروع خوبی داره همیشه. شاید دیدی چجوری اصلا سورپرایز کرد یهو. هرکی هم تک خوره جمع کنه بره، پیدا دور و برمون نمیشه سر و کلشون. وقتی خوردم زمین دیدم خندشونو، حریفم تکی همشونو، چاقالا میندازن طلا ننشونو. کلماتم میشه تو مغزتون تلپورت بلد. کیو داری میگی؟ حریفم تکی همشونو، چاقالا میندازن طلا ننشونو. چاقالا میندازن طلا ننشونو. کیو میگه؟ کلماتم میشه تو مغزتون تلپورت بلدم داشت قلق و انقدر کشیدم شده هده پر. تو رو میخندی و ازم ولی داری دل پر. عکس کیرم یهو در میاد کانر مکگرگور. عکس کیرم کانر مکگرگور. چرا چه تشبیهی بود شایی؟ چیکار داری میکنی؟ یا ازم ولی داری دل پر. عکس کیرم یهو در میاد کانر مکگرگور. فلو زدم ترسناکه، بدخوام بدحاله، خودم پرکارم برعکسش تاپم کم کاره. آقا چرا قضیه رو اینجوری کردی؟ ماشینه مگه دافت کم کاره؟ خودم ترسناکه، بدخوام بدحاله، خودم پرکارم برعکسش تاپم کم کاره. هشدار میده لفظام بد، چیزی در نیومد از ساینت، میشه سوراخ کونت یهو قد همساینت. قتل عام
کیو میگه؟ این کیو داره میگه آقا؟ شما دارم نمیگیرم، چطور متوجه نمیشم؟ در نیومد از ساینت میشه سوراخ چونت یهو قد همساینت قتل عام میکنم از قلمم خون میاد بیتام رو دیوار منطقت کوریا کسه مسیج بهم میده سجاد زود بیا نمیچربید دیگه چربش کنید کونیا. آقا من چرا نمیگیرم؟ چرا یه چیز واضح تر نمیگی؟ یه گرای واضح تر نمیدی کیو داری میزنی؟ یکم واضح تر شما بگیریم کیو داری میگی. یکیو داره منفجر میکنه اینجا ولی نمیتونم متوجهشم کیه. کف تهران سجاد شاهی داری تیکار همیشه فیلیک بودن رو لرد کینگا. آره موام بوره کپا کینگا. خودم نمیخواستم بخونم باز خدا میخواست. کیونی فاز گوت داریا. باز دمت کم داری شبکار یه گرا دادی. کیونی فاز گوت داریا بلاده داره میزن. هیپاپولوژیست رو زد. به زودتر بگو، من داره کلم داره منفجر میشه آقا. چرا من نمیتونم بگیرم کیو داره میگه؟ خیلی خفم. دمت گرم داریوش، اصلا همینجا تشکر میکنم ازت. خیلی ذهنم درگیر شده بود. اگه نمیتونستم اینو بفهمم تا زمانی کلا عادتمه یه چیز که یا یادم میره یا مثلا چه میدونم روز مخم گیره باید درش بیارم که ولی نه اصلا تا حالا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه همینجوری ذهنم درگیره. بریم یه دور دیگه پس از سجاد شاهی گوش بدیم که متوجه شدیم که هیپاپولوژیست رو میگه. لفظان بد چیز بد حاله در میاد کانر مگرگور فلو زدم ترسناکه برخوام بد حاله خودم پرکارم برعکسش تافم کم کاره هشدار میده لفظان بد چیزی در نیومد از ساینت میشه سوراخ چونت یهو قد همساینت. اینو من یه پاز دارم که کپی رایت نخوریم. قتل عام میکنم از قلمم خون میاد بیتام رو دیوار منطقت کوریا کسه مسیج بهم میده سجاد زود بیا نمیچربید دیگه چربش کنید کونیا. دوباره معذرت واسه کپی رایت. کف تهران کف تهران سجاد شاهی داری تیکار همیشه فیلیک بودن رو لرد کینگا. آره موام بوره کپا کینگا. خودم نمیخواستم بخونم باز خدا میخواست. کیونی فاز گوت داریا. اینجا بود که متوجه شدم بلادو میگه هیپاپولوژیست رو زده. سفیستویش قوی شده شمالیا. شما کجا میلان؟ اوه سفیستوی قوی شده شمالیا. حالا اونجا یه دونه گادم گفت خدا هم گفت نمیدونم. نمیخواستم بخونم باز خدا میخواست. آها نمیخواستم بخونم باز خدا میخواست. فکر کردم یه چون شمالیا رو گفت شاید به گادپوری هم ربط داشته باشه. نه کیونی فاز گوت داریا. سفیستویش قوی شده شمالیا. شما کجا میلان؟ کلاسیک تر گلا دیده است. مفتتون گرون شده دوزاریا. اوه دیگه گرفتن روشا. احتمال داره که چون هیپاپولوژیستینا این عادت رو دارن. حالا بده یا خوبه نمیدونم. بعد آلبوم یکی که مثلا دیسشون بیاد درجه ترکشو بدن. حالا نمیدونم شاید هم الان داده باشم من اینجا هم نمیدونم. سر برج تو پیپل دلار میاد. میکشم تعصب برج میلاد. چقدر خوب گفت میکشم تعصب برج میلاد. من همیشه گفتم این شهر خودت منطقه خودتو میاری بالا یه احساس غرور به آدم دست میده. خیلی خفنه. دوست دارم که خیلی بیشتر بچه ها اینو استفاده کنن. حالا یه جوری میگم دوست دارم بچه ها استفاده کنن مثلا 1 میلیون نفر الان منتظرن. خب سینا چی گفت؟ ما اینوری بریم. دنقه میخواد سومالی هست. میگن داری چی از اون جز میخواد. سوال خلاف کردم با ما دوز میخواد. قدرت کرده منو تسخیرم. چه پاسکاری؟ یا نه پاسکاری نیست. اگه بشالی میشه. اگه لاتیش کنی با یه دونه تصمیم شب زمین زنیم ننت واسه تسلیت. پس این شد که اسم این ترک شد تسلیت. شبش زنگ میزنیم واسه ننت واسه تسلیت. کنی با یه دونه تصمیم شب زمین زنیم ننت واسه تسلیت. الان وقت تسلیت. میبینم استرس داری خراب وضعیت.
وضعیتت اگه با من بچی با یه دونه تصمیم شب زمین اوه زیر صدا رو میشنوی الو خاله؟ بعد چند ثانیه بچت مرد. رو به وضعیتت اگه با من بچی با یه دونه تصمیم شب زمین زنیم ننت واسه همیشه چیز تیزم رام همش تیمم بام شیکاگو شده تهران الان خودم کینگم بام شیکاگو شده تهران الان خیلی خفن داره میاد. چیز تیزم رام همش تیمم بام شیکاگو شده تهران الان خودم کینگم بام رو هوام انقدر رو مواد بسم جون درات بیشی شود را 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 تیرا تو تنا ببین داشت لایه این کلمات دارم چی برات فلوی داره اصلا منو دیوانه کرده اینجوری دارم میکنم. چه فلوی خیلی خوبه اصلا. ترکاش از یک همینجوری داره قوی تر میشه. مثل اینکه این تئوری روی سجاده شاهی جواب نیست که ترک که اسم آلبومش قوی تر باید باشه. از ترک یک همینجوری داره میاد پله‌ای بالا. خوبه. بالا آمارمو میخوان نیستش کیرما رفیقت تو محلش مشخورد نداشتی گرداش بیرحما میزدمش میخورد ازم بی هوا فیناکو داره میگه فکر کنم چون گفته بودن تو محلش زدنش چی نگفت. تو محلش مشخورد نداشتی گرداش بیرحما میزدمش میخورد ازم بی هوا هنو گوش میده اکیب کوش دافه میگه جون سجاد دوست دارم بریز توش منم آقا خیلی لفظ خوبی بود. هنو گوش میده اکیب کوش دافه میگه جون سجاد دوست دارم بریز توش منم خوردم جوز اگه بچه دارشه میشم لوز مثل توی کون تبرکا که بچه دارشه بازنده میشم. بریز توش منم خوردم جوز اگه بچه دارشه میشم لوز مثل توی کون تبرکار پیشم کف سفیس و یک کف خون اوه الان بچه مایم فقط دارم کشتی کم اینجا ای کاش یه تیکه‌ای تبکار می اومد. الان تبکار بامه تو 021 ای کاش تبکار حالا شاید در ادامه اون بیاد. 21 کف خون الان بچه مایم فقط دارم کشتی کم نمیخورید پولی خیابونی لفظی نه با صدا مرزا میشن کسا نزدیکم این مرد کونی ها نمیشن نزدیکم قدرت کرده منو تسخیرم نگاه معلومه از تصویرم اگه لاتیش کنی با یه دونه تصمیم شب زمین زنیم ننت واسه تسلیت. شب زنگ میزنیم ننت واسه تسلیت. تسلیت الان وقت تسلیت است میبینم استرس داری خراب وضعیتت اگه با من بچی با یه دونه تصمیم شب زمین زنیم ننت واسه تسلیت. خیلی باحال بود. خیلی خفن بود. حداقلش من خیلی خوشم اومد. خیلی حال کردم باش. این ترک تسلیت خیلی عالی بود. انتظار میرفت ترکی که با داریوش تبهکار باشه رو بخواد صد خودش رو اون ترک بذاره. حالا باز 7 ترک دیگه مونده. آهنگ قبلی آهنگ پاپشو ریاکشن رفتم لینکشو این بالا میذارم اگه دوست داشتی نگاه بکن. دونه دونه ترکاشو دارم میرم. الان ترک 3 هم فکر کنم اگه اشتباه نکنم. بذار یه نگاه کنم. آره این سومین ترکش بود. و تا اینجای کار این آهنگ تسلیت خیلی خفن بود به نظرم. همونطور که همین چند لحظه پیش گفتم انتظارش میرفت که با داریوش تبهکار بخواد خیلی قوی باشه این ترک. بریم بعدی رو ببینیم چیکار کرده توش. فکر کنم فال باشه. بریم بعدی رو ریاکشن بریم. اگه خوشت اومد از این ریاکشن های قبلی رو نگاه کن. حالا یه سابی یه چیزی یاد رپ فاندرلاین تیوی رو تو ذهنت داشته باش که گم نکنی که بتونی بقیه ریاکشن هم نگاه کنی. ما رفتیم.